مصطفی با آقای کریمی خوب هستی؟ ردیفی می باشگاه آره دیگه جلسه اول هم اومدم باشگاه یاد بگیرم. اسب داره اینجا؟ نه با اسب باشگاه قرار تمرین کنم فعلا. مگه ما مرده بشون بگذارم تو با اسبای باشگاه تمرین کنی برو. با شما تمرین کنم یعنی؟ نه یاره مگه ما اسبم نه برارم اسب داره اینجا. جدی؟ چقدر خوب. امال میگم زین کنه. نه نمیخواد با همینا فعلا تمرین میکنم. اصلا تعارف نکن امال میگم اسماعیل جان اسب برار ما رو بی زحمت زین کو برای آقای کریمی رفیق گل. دست شما اسب در خیلی خفن. دمت گرم. بفرمایید. اون یکیه؟ بله. خب آقای کریمی اینو بگیر. هر جا خطر احساس کردی بکش. چجوری بگیرمش اینو؟ همون جور درسته. برارم گفتم صاحب اسبه. مشتبه جان آقای کریمی است. اون بنده خدا که یک 10 تومن پول دستی ازش گرفته بیم. بنده خدا چی شده؟ تصادف کرده؟ نه تصادف نکرده. اسبی زیر زمین. همین است؟ هو همیس. آخه یاساد نه من نه بیادم بیا. آقای کریمی بازم اگه اسب چیز خواستی حتما زنگون بزن خواه. آرزو دارم که مرگت را ببینم بر مزارت دسته های گل بچینم